سلام. بازار دو قطبی تو نظام آخوندی پر رونق‌تر از همیشه است. اونم چه دو قطبیایی؟ دو قطبی جنگ مذاکره، جنگ معیشت، انتقام معیشت و همه اینها تو چه شرایطی؟ تو شرایطی که ولی فقیهشون هر روز به وحدت دعوت میکنه، اما خروجیش شده این. تیم مذاکره کننده گفته شما بیخود میکنید. شما نمیتونید منافع ملت ما رو آقای عراقچی زعیم تیم مذاکره کننده توی دهنش زده میشد. والله داری دروغ میگی، آدم کذابی هستی. اگر سند داری منتشر کن. اگر کذاب نیستی سندشو منتشر کن. آقای شهریاری اگر کذاب نیستی سند اگر منتشر کردی من کذابم، اگر نکردی کذابی. اگر نکردی هر کسی غلط کرده با اون کسی اون حرفو تکرار کنه. هر کسی گفته دروغ گفته با اون کسی این حرفو تکرار کنه. اینجور که به نظر میاد همه چی وجود داره به جز وحدت کلمه، اونم بر سر موضوعی که برای نظام سرنوشت سازه، اینکه بالاخره بزنیم یا نزنیم، مذاکره کنیم یا نکنیم. و اینجا تو کل بدنه نظام یک دو قطبی شدید به وجود اومده. یک جریان سازی دو قطبی جنگ و ضد جنگ رو ایجاد کردن، جنگ و مذاکره رو ایجاد کردن در داخل کشور ما، اما متاسفانه به یک دو قطبی ایجاد شده، به دوگانه جنگ و ضد جنگ تبدیل شده که از این دوگانه اگر مدیریت نشه دو قطبی معیشت و جنگ استخراج میشه. یعنی یک عده احساس میکنن که دولت، مسئولین به جای اینکه به فکر معیشت مردم باشن همش به فکر جنگن. اگر سران نظام به فکر جنگ نیستن پس کی کشور رو توی وضعیت جنگی نگه داشته؟ اگر ولی فقیهتون به فکر جنگ نیست پس این شل صفر کنه جنگ رو کی داره ادامه میده؟ همین کارا رو میکنید که مردمی که توی معیشتشون موندن دائم میگن علیرغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. یه سری شیاطینی وجود دارن که باز دارن دو قطبی سازی های میکنن. حالا رسیده به انتقام یا معیشت، مگه اینها در قبال همه؟ مگه مقابل همه؟ این دو قطبی شیاطین، دو قطبی حیواناته که دارن همچین دو قطبیایی درست میکنن که الان ما انتقام میخوایم یا معیشت. اصلا کی گفته همچین دو قطبی وجود داره؟ کی گفته؟ تو این صحنه رو نگاه کن. اگر این دو قطبی نیست پس چیست؟ دو طرف یقه همو گرفتن برای اینکه خودشونو اثبات کنن، از روی ولی فقیه مدام رد میشن. شما بحث آقای عراقچی رو مطرح می‌کنید، کی باید موافقت کنه که وزیر خارجه انتخاب بشه؟ مغلطه نکن. این وزیر خارجه با همه رؤسای جمهور 4 تا وزیر با رهبر هماهنگ می‌کرد. این نباشد. آقای عراقچی کسی دیگه اصلا اجازه مطرح شدنش رو ندادن. آقای عراقچی را خود آقا روز بعدش هم آقای عراقچی به من گفت که آقا خواسته، گفته که بعض شماست فقط. تمام. ضمن که اصلا شما فرض کن آقای عراقچی رو رهبر چه موجوداتی اصلا شما فرض کن اصلا شما فرض کن آقای عراقچی رو آقا در گوش شما گفته بودم بشه وزیر. خوبه؟ خب اوکی. شما روز بعد اومدید تو مجلس مخالفت کردید. اولا که وظیفه قانونی من اینه که با هر وزیر مخالفت بکنم. یک کی میگه وظیفه قانونی؟ ببخشید مگه مجلس تشریفات وزیر شاهه؟ چی شد؟ با حرف ولی فقیه مخالفت میکنی؟ پس این پایداریچیایی که خیلی ادعای ولایت پذیری دارن هم هر وقت منافع جناحشون ایجاب کنه راحت پا میذارن روی ولایت، رد میشن و میگن ما ضبط صوت آقا نیستیم که فقط حرف ولایت رو تکرار کنیم. بالاخره یه نفری، یه سری افرادی اومدن گفتن که ما ضبط صوت رهبری نیستیم. من ضبط صوت که نیستم برم مثلا بگم رهبری اینجوری گفتن منم همونا رو درست شروع کنم به تکرار کردن. در ثانی وقتی یارو ثابتی گیر کرد، ولی فقیه رو با شاه مقایسه کرد. گفت اگر مجلس حرف ولی فقیه رو در بست گوش کنه میشه عین مجلس تشریفاتی شاه. بگو ببینم تصویب برجام یادت رفته؟ اون جلسه 20 دقیقه‌ای آبان 98 یاد رفته میخواستن از گرونی بنزین عقب نشینی کنن، خامنه‌ای گفت غلط کردین همینی که هست. انتخاب قالیباف یاد رفته چجوری شد؟ کابینه پزشکیان چی؟ یاد چجوری رأی آورد؟ پس خیلی هم برای ما سیس مخالف نیا، مجلستون همون مجلس فرمایشیه. رهبر انقلاب در پاسخ به چه اتفاقات و فعل و انفعالاتی فرمودن که مذاکره با آمریکا گفتن نه شرافتمندانه است، نه هوشمندانه است، نه عاقلانه است. رهبر انقلاب در صدها جا گفته من حرف خودمو میذارم شما برین کار خودتون رو بکنید. پس این رهبر انقلاب میگه من شوخی میکنم، من چیزی میگم شما این کارو بکنید. چی شد؟ باز دوباره از رو ولی فقیه رد شد که این بار از این طرف. در واقع این هم یه شیوه گردن نگرفتن ولی فقیه دیگه. میگه من یه چیزی گفتم ولی شما کار خودتون رو بکنید. آخرش هم که هرچی شد من گردن نمیگیرم. یه نمونهش همین علل اصول اخیر.
رهبر شیعیان دنیاست در رابطه با ایران. نه مسلمانان نه، شیعیان. اهل سنت که اصلا رهبری ندارن. آقای شهری اینا توهین به رهبری است، نه اون حرفی که من زدم. شما بالاخره عربستان، همین امارات، همین کویت، همین بحرین، همین قطر، این همه مسلمانن. بله. اسلام و آمریکایی هستن اینجا. رهبر ما رو قبول دارن؟ خب حالا خیلیاشون قبول ندارن. تو ایران مگه همه ایشونو قبول دارن؟ ببخشید. بیا اینم یه گل دیگه توی دروازه ولی فقیه. از ولی امر مسلمین جهان خودشون هم به این رسیدن که توی ایران هم قبولش ندارن. شما که نمیتونی رو میز مذاکره بشینی بعد بگی من میکشمت. میشه؟ نه. باید عمل کنید. اصلا شما بحث انتقام مطرح میکنی که مذاکرات به نتیجه نرسه. هدفتون از بحث انتقام اینه. غیر از این هیچ چیزی نیست. منظورش از شما دقیقاً کی بود که داره بحث انتقام رو مطرح میکنه؟ چون آخرین بار که یکی اومد بحث انتقام رو محکم گذاشت روی میز این بود. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم این مطلب محقق خواهد شد. دقیقاً شما بحث انتقام خدا میدونه که مذاکرات به نتیجه نرسه. خدا میدونه ما. پس اینم که زد باز تو پر ولی فقیه. ظاهرش اینه که این دوتا دارن با هم دعوا میکنن، ولی کسی که داره اون وسط کتک میخوره ولی فقیه. شما حادثه مکه در سال 63 64 بود یادتونه که تعدادی از حجاج کشته شدن در مکه؟ 66 امام چی گفت اونجا؟ گفت ما اگه صدام بزنیم از آل سعود نمیذاریم. بعد چی شد که چند سال بعد دوباره رفتیم از آل سعود هم گذاشتیم؟ بیا باز یکی دیگه تو سر ولی فقیه داره میگه اونی که اسمش خمینی بود توی وصیت‌نامه‌اش چیزی گفت بعد ما انداختیمش زیر پا. این که دیگه بچه خامنه ایه. تو همه عملیات‌ها تا آخر جنگ بودم، جنگو هم دیدم، خیانتایی که در جنگ هم شد به ما دیدم. هر چی ما تو 6 سال جنگ دیدیم سال آخر از دست دادیم به خاطر بالاخره همین افکاری که شما دارین. اون موقع هم یک ضربه شدیدی علیه منافع ملی زد. میگین که امام بعد حالا نمیدونم جام نره، امام مجبور شد. الان شما میخواین یک کاری بکنین که رهبر مجبور بشه جام زره در یک مقطعی بنوشه. آقا این تیکه رو بعد یه بار دیگه رو صحنه آهسته ببینیم. وارچک میخواد. دیدی چیکار کرد؟ خیلی ظریف برای ولی فقیه زیر پا گرفت، کسی متوجه نشد. اول این صحنه رو از این زاویه دیگه پس اول این رو به ثبت داد که توی جنگ 8 ساله هم همون قطعنامه 598 سال 66 هم بود، ولی اونجا بهش تن ندادن تا سال بعد خوردن به دیوار امروز مهران فردا تهران. بعد ولی فقیهشون با سر رفت توی خمره جام زهر. حالا این یکی با یادآوری این مثال داره میگه الان هم اگر جلوتر بریم باز ولی فقیه میمونه و یه جام زهر. الکی توهم اقتدار نزنید. تا اینجا در نتیجه دو قطبی ولی فقیه رو نمدمال کردن. حالا ببین که در نیمه دوم بازی اقتدار نظام چجوری با دعوا میشه. برادر شما که نمیتونی با دنیای بین الملل، کدوم کشور الان دوسته در دنیای بین الملل؟ یکی از همسایه‌ها را اسم بر که باید دوسته. عمان باید دوسته. عمان هم که زدیم که محکوم کرد که شدیداً محکوم کرد شما رو. ولی معادلاتش خصمانه نیست. عمان میاد تو جنگی که بشه از شما حمایت کنه. نه خصمانه نیست. خود شما میدونید. نه ترکیه باید، نه همین پاکستان، نه عراقی که رفیق ماست. پس تا اینجا معلوم شد که به لحاظ بین المللی و منطقه‌ای نظام رکورد انزوای خودش رو شکسته. یعنی یه طوری منزویه که حتی انزوای پارسالشون هم الان براشون دوره همی محسوب میشه. حالا بریم سراغ توان نظامیشون. آیا شما بعضی اینطوری میگفتن یه فرصت تاریخی گیر ما آمده آمریکا اسلامی منهدم کنیم. آخه با چی؟ کی چنین حرفی زد؟ 1200 انصافا کی اینو گفته؟ من نشینم از کسی. حالا 1200 میلیارد دلار بودجه نظامی شد. 10 میلیارد بودجه نظامی شما که 5 میلیاردش صرف یغلبی و لباس و پوتین و بند پوتین میشه. خیلی بد گفت. توی دلواپسا رو بد جور خالی کرد. ولی خب تصویر واقعی اینه ها. حالا برو برای خسارت جنگتون چقدر بود؟ در جنگ رمضان اون آماری که خود به هر حال بازرسی هایی که یک گروه توسط رئیس قوه قضاییه تعیین شد که خسارات تعیین کنن بین 270 تا 300 میلیارد دلار خسارت به کشور وارد شد که میدونین این بودجه 10 سال کشور ما در شرایط عددش رو شما دکتر؟ بله 270 تا 300 میلیارد دلار. منبعش رو میفهم. من خودم یک ملاقاتی داشتم با
کانون ارزیابان قوه قضاییه این صورت در حالا این بودجه چند ساله کشور گفتیم؟ ما همین الان کشور رو با 30 میلیارد دلار اداره میکنیم. ما بودجه سال گذشتهمون 42 میلیارد دلار بود که 12 میلیارد دلار کسری داشتیم، در واقع با 30 میلیارد اداره کردیم. خب این نشان میده که چه خسارات عظیمی از نظر اقتصادی خود. من که معتقدم اگر ما بخوایم از اونها غرامت بگیریم، اصلا نگیم 270 میلیارد دلار، بگیم 900 میلیارد دلار، چون میخوایم پول اونها بگیریم. هر چقدر بگیریم از عراق گرفتی از اونها میگیریم. اشکال نداره، شما دیپلمات کشور بودید بعد بگید چرا نگرفتید. پس داره میگه خسارتی که خوردن به اندازه بودجه 10 سال کشوره و خبری هم از غرامت نیست. الکی به نیروهاتون وعده‌های سر خرمن ندید. واقعیت اینه که وضع نظام خیلی پتالتر از این حرفاست. تنگه هرمز که قبل از جنگ باز بود، مگه دست ما بود کاملا ما ترددها رو کنترل میکردیم؟ نه. تو این توافق هم قرار شد تنگه هرمز برگرده به قبل از جنگ. تنگه هرمز تو این توافق قرار شد ما باز کنیم تنگه رو. بله. مگر شما وقتی که تنگه هرمز بسته بود، محاصره اقتصادی هم بود، یک گوشک نفت صادر می‌کردیم. اگر تنگه رو ما باز نمی‌کردیم، اون محاصره برنامه داشت، نه کالای اساسی میآمد برای ما، نه نفتی صادر می‌کردیم. ما با کمیسیون امنیت ملی با وزیر نفت جلسه داشتیم. در مقطعی اصلا تولید نفت متوقف شد، تمام مخازن ما پر شد، چهار رو بستیم. اینا رو یعنی شما اطلاع نداری؟ عراقچی کم گرا داده، شما هم تکمیلش کنید. کار آقای موگوی عراقچی رو تکمیل کنید. آقای وزیر نفت پاک نژاد تو کمیسیون امنیت ملی این بحثو مطرح باشه. شما چرا رفیق آقای مالک شریعتی اگر درسته اگر درسته چرا دوربین میگید شما؟ چی؟ شما چرا دوربین اینا رو میگید؟ چیزی که مطرح کردی امنیت ملی شما بگید کلام بگید جواب داره، من نمیتونم، اشکال نداره، مخاطبش قضاوت حالا اینجا رو حذف میکنن. حالا اینجا رو حذف میکنن ولی ظاهرا حذف نکردن و یه سری واقعیت هایی که نباید از پرده بیرون افتاد و هیچ کس هم تو این صحنه حرف رد نمیکنه، فقط میگه چرا گفتی اینو. وقتی این حرفا به تجمعات خیابانیشون میرسه اونجاست که توی دلا خالی میشه. ظریفا چیکارش کردیم؟ کوفیان آدمکش آوردین این شبا تو خیابانا آتش میزنین که مردم متنفر شدن از شما، هر شب تعداد جمعیت میدان کم میشه. پس جمعیت تجمعاتشون داره کم میشه، داره ناامید میشه، داره حس شکست میکنه، حس تحقیر میکنه. چرا؟ چون توی دو قطبی به وجود اومده هر دو طرف برای کنار زدن رقیب دارن ناامیدی رو بین نیروهای خودشون ترویج میکنند. شما ببینید بعد از بازگشت از سوئیس ما چی گفتیم به دست آوردیم، اون چی گفت به دست آورده. بعد اونی که اون به دست آورده رو داخل کشور برای خیابان‌های ما میکنن برجسته که تو سر نمیدونم چی بزنن، تو سر جمهوری اسلامی بزنن، تو سر مذاکره کننده‌ها بزنن، تو سر آدما بخوام بزنن. برای چی دارن این کارو میکنن نمیفهم. چرا به مردم خودمون حس تحقیر و حس شکست رو القا میکنیم؟ واقعا الان تکلیف چیه؟ اوضاع چجوریه؟ و اینا همینا میدون رو عصبانی میکنه آقای عراقچی‌ها، یعنی خیابان رو عصبانی میکنه. یعنی این بی تکلیفی، این که یه تصویر روشنی وجود نداره. خب بعد اینها برن توضیح بدن برای مردم چرا برعکس اتفاق میفته. از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید؟ اینا که تو خیابون وایسادن و بعد 100 و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رفت، یعنی چی؟ داره میگه توی این شرایط بلا تکلیفی جنگ و مذاکره اون دلواپسای کف خیابون دارن گیج میزنن و به خاطر همینم مدام حرفایی میزنن که کسی نمیتونه گردن بگیره. مردم محبوس شده شما رو میگیرن. آقای شما سخنگوی ملت محبوسید. شما اونها رو شما چه نظر میکنید؟ شما اونها رو در انحصار خودتون در نمیارید. شما دارید خارج میدید. شما میگید تحمیل شده. ملت محبوس که مرگ بر عراقچی چرا گفت؟ آقا یه عده رفتن یه حرفی زدن، شعار اشتباهی هم دادن. و شما ملت محبوس میگی اشتباه میکنید. بخشی رفتن اون کارو کردن تحت القاءات امثال شما این کارو کردن. اشتباه کردن. حتی مخالفش شما حق ندارید بهش بگید مرگ فلانی. وزیر خارجه است، رئیس من نگفتم آقا جان. اول آقا مجتبیشون یه غلطی کرد و اسم این دلواپسای خیابانی ولایت رو گذاشت ملت مبعوث. حالا اینم شده یه کاراکتری که روی دستشون مونده، هر سوتی هم بده اینا باید ماله بکشن. حالا جالبه این برنامه‌ها رو گذاشته بودن که مثلا به اون ملت مبعوثشون روحیه بدن، ولی برعکس بیشتر پنچرشون کرد. طرح چنین بحث‌هایی و چنین مناظره‌هایی و چنین جدل‌ها و مراهایی که صورت می‌گیرد و عرض بشه اختلاف در میان جامعه میاندازند، این مخالف 100% صحبت مقام معظم رهبری است. ثانیاً حرف‌هایی که زده شد در این مناظره دلهای مردم در میدان را به درد آورد، عصبانی کرد. پس در جریان مناظره‌های بین این دو قطب درون نظام هم دلواپسای نظام درد میگیره و هم توی این بلبشو و شلوغی بعضن حرفای اساسی‌تر هم بیرون میزنه که گرای ترس و وحشت اصلیشون رو نشون میده. 1 یورو بنزین بشه 2 یورو هیچ
اتفاقی تو آلمان، تو فرانسه، تو انگلیس نمیفته. فکر نکن که روی این محاسبات حساب کنی که پدر دولتشون رو در میارن در جنگ حساب اتفاق خاصی میفته. بعد فشار به مردمش نمیاد. بیاد. باعث نارضایتی نمیشه. نارضایتی مثل شما نیست که. باشه. اون تبدیل به مسئله میشه یا نمیشه؟ نارضایتی چی میشه؟ حزب مقابلش سوء استفاده میکنه از این، اون دور بعد رای میاره. سیستم و نظام که عوض نمیشه که. جریان حاکمش هزینه میده دیگه، ولی هزینه سیاسی. ولی این جنگی که شما بخواید همین جانبه بکنی، دو تا زیرساخت دیگه ارتباط نصف ایران برق نداره. من تو روستای مرز من تو جرگلان 2 ساعت برق روستا قطع شده بود، پدر منو در آورد. من میگم جنگ همه نظام عوض میشه؟ چی داره میگه این؟ چون وقتی میگه توی اروپا با بالا رفتن قیمت بنزین نظام عوض نمیشه، نتیجه منطقیش اینه که این تهدید وجود داره که در اینجا اگر نارضایتی افزایش پیدا کنه نظام عوض بشه. بعد مثال میزنه که حرفش از روی تجربه است. همین تجربه رو توی قیام دیما هم داشتن. ما به هر حال پس یعنی قیام سراسری مردم با سرعت انتشار و آتشش همون چیزیه که میتونه نظام رو غافلگیر کنه. وقت بخیر و خدا نگهدار.